مادر خدا شاهید که به تو سخت تنهایم، با پیشی کی گریزم بد از این از دستی غمهایم، با پیشی کی گریزم بد از این از دستی غمهایم. با ظاهرگر چی می جوشم و من سنگی خاموشم، با ظاهرگر چی می جوشم و من سنگی خاموشم. نه به جا می شود دستم نه از جا می رود پایم. ایا مادر خدا شاهید که به تو سخت تنهایم. چار دیواری تهیان شد دل تنگم، کی می نالم کی می خواهم چی می خواهم کم اوایم. تو اما فارغی از من نداری هیچ پروایی، تو اما فارغی از من نداری هیچ پروایی. شب بر مرخدی پاکر و حسرت یاد میارم. ایا مادر خدا شاهید که به تو سخت تنهایم. اگر شیر راهی تو بند است مادر راهی من باز است. تو نزدی من نمی آیی یا من نزدی تو می آیم. مرا در روزی دفنم است خدای خود مرادین است. مرا در روزی دفنم است خدای خود مرادین است. کی در پایان پای تو نهاد تاج سر جایم. کی در پایان پای تو نهاد تاج سر جایم. ایا مادر خدا شاهید که به تو سخت تنهایم. درود عرض میکنیم دوستان ارجمند، باز هم برنامه فضا است روی اکرانهای شما و باز هم ما مهمان خاندان شما هستیم و شما میزبان ما. حالا در برنامه امروزهای فضا حضور دارند هنرمندان از بخش فرهنگی ناحیه خراسان. اجرا کننده بخش فرهنگی ناحیه خراسان جبارов ظاهر و همچنین هنرمندان همین بخش فرهنگ سید مراد مرادوف، شاه محمد مرادوف و همچنین جانی بک سید احمدوف که حضور شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فضا. با آمدن خود محفل ما را گرم کردید، برنامه ما را گرم کردید و خوش آمدید به شهر دوشنبه. می توانید درود خود را به بیننده تلویزیون سفینه به مخلصان خویش برسانید. درود و پیام ناحیه خراسان با شما میرسانم و اینچنین امروز انسامبل ترانه و رقص غازی ملک در اینجا حضور دارد. از نام همه اینها و تمام باشندگان تاجیکستان سلام خود را میرسانیم. با یک چند دستاویزی که امروز با شما پیشنهاد میکنیم. من
باوری دارم که به همه شما پسند میآید. اگر که کمک دل شما را خرسند کنیم ما با خوشبخت میشویم. تشکر زیاد. تا جایی که معلومات داریم بخش فرهنگی ناحیه خراسان از سال 1987 در کدام پایه تأسیس یافت؟ چگونه وضعیت داشت هنگام تأسیس؟ راست دیگه وقتی که ناحیه اول ناحیه ایلیچ وقتی که تشکیل شد ناحیه امارت های نداشت که مثل بخش فرهنگ را تشکیل میکرد. از سال 1987 با ما یک امارت جدا کردن. از همون سال انسامبل ترانه و رقص هم پیدا شد، تشکیل شد. من نفرانی که از اولی انسامبل تشکیل شدن در بخش فرهنگ کار میکردن من استاد تبرعلیف بحردین، سیمراد مرادف، اینها شخصانی هستند که از پایه اولی که اینها انسامبل رو پایه های اولی انسامبل گذاشتن. خب می توانید سید مراد مرادف شما که چون که گفتن یکی از اولین هنرمندانی بخش فرهنگی ناحیه خراسان هستید، وضع را مثلا برای ما بفهمونید چگونه حالت بود، چگونه شرایط بود، چگونه برنامه ها در همون سالها پیشنهاد میکردید؟ اولین شخصی که در همین تشکیل یابی همین انسامبل خیلی زحمت کشیده بودن این اکای بویمرود میرگان بودن. در اول شرایط خیلی وای بود. بعد وایسته وایسته امارات هم جدا کردن و صاحبی سال میگیم اسباب انجام هم شدیم. چگونه برنامه رو پیشنهاد میکردید؟ چند نفر بودید در همون سالها؟ 12 نفر بودیم در انسامبل. عبارت از مطربان و سرونده ها؟ بغیر همین مطربان یک 12 نفر هیئت انسامبل بود. بهتر بود زیادتر شد. فعالیت امروزتون چگونه جریان دارد؟ چگونه برآمده شده است؟ خوب است. خب شما میتوانید بیشتر راست دیگه وقتی که امارات ما خیلی کهنه بود شرایطی مشق کردن انسامبل در حقیقت جای خورد بود. امروز از سال 2017 امارت کاخ خراسان را که با حشمت ساختن امروز باور کنید یک شرایط خوبی هم کاری فعالیت بخش فرهنگ پیشرفت ایستاده، هم تماشابین 450 جای نشست است که بر هوا یک جایی این هم با شرافت استقلالیت دستگیری حکومت کشور است که اصلا با دستگیری پیشوای معظم ملت که با فرهنگ بسیار توجه زیاد دارد. این روزا در تمام ناحیه ها بینید که قصرهای فرهنگ روز به روز گشوده ایستادند و اسباب و انجمن‌های حاضر زمان دسترس کارکنان فرهنگ شده ایستاده است. بسیار ما خرسندیم برای آنکه این شرایطی که دور پیش بود حاضر تماما دیگر هم چی گوییم حاضر زمان شرایط خوب با همه ما مهیا شده است. خب بغیر از اونه که در بخش فرهنگ ناحیه خراسان انسامبل ترانه و رقص فعالیت میکنند، همچنین چه گروه های موسیقی هستند؟ چه انسامبل های دیگر فعالیت مینمایند؟ بیشتر انسامبل های اویلوی اصلا مرادف ها، اویلوی محملیف ها گروه های خوردی داشتند که مثلا در تمام چوربینی های ما اشتراک میکردند، اشتراک دارند، دستگیری بخش فرهنگ هستند. امروز جوانانی هستند که بسیار لیاقت بلند دارند، با ما همکاری دارند. یعنی شما در علایدگی با برنامه‌های خاصه خود را دارید؟ در علایدگی در خانه تمرین میکنید، سرودهای علایده ایجاد میکنید؟ داریم سرودها داریم که باید آهنگای خودمون هستن اینت میکنیم. خب چگونه تأسیس دادید همین انسامبل اویلوی را؟ باید برادر در خواندن دانشگاه تموم کرد، روی صحنه شد، پیروی برادر شدیم. دستگیری شما تحصیل نکردید مکتب موسیقی؟ ما تحصیل نکردیم، بعد دیستر خوندیم. یعنی همه مثلا راهبر شما سید مراد هستن. خب تشکر زیاد. و امروز باز چه ارمغانی آوردید برای بیننده تلویزیون سفینه؟
اهروان وارد میگه سرود بهترین تاجیکستان زمزمه میکنیم از نصیب. مرحمت بفرمایید. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از زرم و از آزاری تو. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از زرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. تاجیکستان سرزمینی کوهسارانی من است، تاجیکستان تاج و تخت و عالی سامان من است. تاجیکستان سرزمینی کوهسارانی من است، تاجیکستان تاج و تخت و عالی سامان من است. همچو فرزند میکنم بهری تو خدمت ای وطن، تاجیکستان کعبه من نوری ایمانی من است. همچو فرزند میکنم بهری تو خدمت ای وطن، تاجیکستان کعبه من نوری ایمانی من است. تاجیکستان کعبه من نوری ایمانی من است. تاجیکستان وطنی من مادری جانی من است، تاجیکستان خانه امید و ارمانی من است. تاجیکستان وطنی من مادری جانی من است، تاجیکستان خانه امید و ارمانی من است. جشن استقلال دارد ملت آباد من، تاجیکستان میکنی من دلق و دورانی من است. جشن استقلال دارد ملت آباد من، تاجیکستان میهنی من دور و دورانی من است. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از زرم و از آزاری تو. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از زرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است.
آفرین. دوستان عزیز، برنامه فضای ادامه دارد. یادآور میشویم که در برنامه امروز ما حضور دارند هنرمندان از بخش فرهنگی ناحیه خراسان که هم صحبت جالب با آنها خواهیم راست و هم ترانه‌های دلنشین هنرمندان همین ناحیه پیشنهادی ما و شما می شود. امروز فعالیت جوانان چگونه به راه مانده شده است؟ هنرمندانی که مثلا کنسرواتور ختم میکنند، دانشکده صنعت را ختم میکنند، چگونه قبول میکنید؟ خب چگونه فعالیت دارند؟ راستی گپ وقتی که جوانا بعد ختمی دانشکده یا که اینستیتوت با کار میویند بسیار یک ذوق بلند دارند. از آنها من مثلا گفتم میتوانم که من جانبی سید احمد بهترین یک آوازخوانم هست، نوازنده هست که من وقتی که به کار آمد باور کنید وقتم خوش شد که هم خیلی شخصات تربیت یافتند. بسیار یک جهانبینی وسیع دارد. اصلا هنرمندانی انسمبل ترانه و رقص از کدام ژانرها ترانه میسرند؟ اساسا ژانرها هم کلاسیک بسیار خوبند، لیریکا، تمام ژانرهای استرادا. من فکر میکنم از همه عهده فلک و استرادا شش مقام میبرایم. هستن هنرمندانی که در همین ژانرها مثلا ترانه آماده میکنند. خب جانبک در کدام ژانر؟ بسیارتر این لیریکا عنعنوی بسیار سرودهای خوب دارد. کلاسیک هم بسیار خوب میداند. بخشی مطربای شما چگونه است؟ چگونه مطربا هستند؟ در کدام سازهای موسیقی مثلا هنرنمایی میکنند؟ بسیارتر من از تار گوییم، من اکای سایمراد مرادوف هم تار می نوازد هم ساز می نوازد. سید احمد جانبی رباب می نوازد. دوریم دو تار باس می نواختگی دوریم. نه تازه می نوازد. من شاگردی بهترین این کسم به حد تازه می نوازد. نه چی بسیار خوب است. تا جایی که میدونم بخش فرهنگی نوحه خراسان سفرهای خارجی نیز داشتن از تاجیکستان. خب چگونه سفرها بود؟ سال 1987 وقتی که انسامبل خلقی ترانه و رقص غوزملیک عنوانی انسامبل رو گرفتن، بعد حرکت و برکت ما زیاد شد، کار جدی‌تر شد برای که انسامبل دولتی شد. بعد ما یک گروه مستحکم تشکیل کردیم و انا سفرهای هنری به شهر مسکو اول بر ولایت تیر سفر نمودیم. در آنجا نظم برآمد کرده صاحب لاوریتی همون فستیوال شدیم. این یکم بار بود سال 1987. خب سال 1990 باشد دو مرتبه در جمهوری ازبکستان برآمد کردیم. انا بعد عنوانی باید گرفتیم، لاوریت گرفتیم. تا حال اون حرکت کردیم که من بینای زیبا داریم، حرکت کنیم که در آینده سفر هنری که داشتید چی ترانه ها پیشنهاد کردید؟ چی ژانر بود؟ من ژانر فولکلور بود، اتنوگرافی بود، سرودهای خلقی بودن، سرودهای روسی بودن، همه ژانرها خرید. خب همین بخشی سرودهای خلقی اتنوگرافی چگونه رشد کرده است در همین انسامبل شما؟ رشد خوب رفته ایستاده است. آماده میکنه ترانه‌های مردمی را؟ البته قبول میکنن. هر چهاربینی فرهنگی در همه چهاربینی ها ما مخصوصا همین سرود فولکلوری اتنوگرافی میمونیم. همین موافق برنامه میمونیم، به خلق و معقول است. تشکر زیاد. سلام باشید. جانبک شما ختم کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترسونزاده هستید. بله. کدام بخش را تمام کرده؟ من سال 2011 به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده داخل شده و سال 2016 آن را ختم کردم. کدام شعبه را ختم کردید؟ شعبه سرآینده خلقی. از کدام سال در بخش فرهنگ فعالیت میکنید؟ طولی از هم سال 2016 این جانب در هم بخش فرهنگ ناحیه خراسان کار و فعالیت کرده. در برابر آنه که شما بازخوانی میکنید بیشتری وقت ترانه های هنرمندان معروفی تاجیک رو. بله. خب هست ترانه هایی که مال خودتون باشه؟ بله هست. خب آهنگی کی هست؟ هنگام ایجاد آهنگ انتخاب متن به شما کی کمک میرساند؟ در انتخاب متن
برای من استادا هستن، اینها کمک میکنن. خب چی ترانه ها داره؟ در کدام موضوع بیشتر میخواید که ترانه سرایی؟ بیشتر در وصف وطن، خب مادر، حاضر ترانه‌های یک لیریکی. لیریکی. حالا یک سرودی برای همین 30 سالگی استقلالیت یک سرود تیار کردیم، پیشکش مخلصان میکردن. مرحمت. جشن استقلال داره ای عزیزان مرحبا، دوستانی دور و نزدیک از دل و جان مرحبا. بر دیاری نازنینی تاجیکستان مرحبا، نوری دیده تاجی سره همزبانان مرحبا، نوری دیده تاجی سره همزبانان مرحبا. مقصدی ما صلح باشد، صلح در روی جهان، صلح در روی جهان، آبادی هر خاندان. شکر میگویم از این بال و بختی داده‌اش، سروری ما هست بالا، این سری ما سایبان. سروری ما هست بالا، این سری ما سایبان. تاجیکانی تازه روی نسل سامان ما، شهرت افزا از دیاری تاجیکستان ما. هم خوجندی و بدخشی، رشتی و ختلانیه، دسته های نور از خود شدی تابان ما، دسته های نور از خود شدی تابان ما. جشن استقلال داره ای عزیزان مرحبا، دوستانی دور و نزدیک از دل و جان مرحبا. شکر میگویم از این بال و بختی داده‌اش، سروری ما هست بالا، این سری ما سایبان. سروری ما هست بالا، این سری ما سایبان. سروری ما هست بالا، این سری ما سایبان. دوستان عزیز خسته نباشید. برنامه فضا را ادامه میدهیم. یادرس میشویم که در برنامه ما حضور دارند هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه خراسان که بار دیگر حضور شما را
خیر مقدم میگویم به برنامه فضا و واقعا هم استعدادهای والا در منطقه ها نهفته است که میسازد اونها رو معرفی کرد، میسازد که هنری آنها رو برای مردم تاجیکستان پیشنهاد کرد و چنانه که جانبک حالا ترانه سروید و هنرمندانی که در این برنامه مهارت خود را نشان دادند. خب عموما تمرین ها چگونه جریان میگیرد در بخش فرهنگ و شما چگونه ترانه های نو پیشنهاد میکنید؟ آهنگ اساسا در بخش فرهنگ که آهنگ ایجاد میکند؟ راستی گپ در حقیقت ما عرض از آن که در انسامبل مطربان می نوازند هم بسته‌کار داریم ایجاد میکنند، هم آهنگ ها رو تمرین میکردگی شخص ها هستند. وقتی که سرود آورده پیشکش گروه میکنند، هر یک شخص اولا اندیشه خودش پیشنهاد میکند از این یک سرودی بهترین یا که یک ایجاداتی نو ایجاد میشد. با همین یک جای کردگان جای خطا باشد یا که اصلاح باشد، در وقت تمرین کردن سرودها یک تا اصلاح شدن میگیرد. چی ترانه های نو اصلا در همین سال شما ایجاد کردید؟ انسامبل پیشنهادی مثلا مردمی خراسان کرد. راستی گپ سرودها بسیارند. در حقیقت این سال دوام همین 30 سالی اخیر گویم اگر خطا نمیکنیم خیلی پیشروی ها در انسامبل دیده می شود. بسیارتر سرودهای خلقی، استرادی بسیار، سرودهای فولکلوری، سرودهای بدیه ها بسیارتر ایجاد شد. خیلی پیشروی هست. چی نقشه ها دارید؟ مثلا در پیش یک جشن بزرگ است، 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان. تمام جمهوری تاجیکستان هم مخازی فقط تیاری برای 30 سالگی است. ما بخش فرهنگ کوشش کرده ایستاده است که 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در سطح بلند فرهنگی پیشنهاد مردم کنیم. تیاری خوب دیده ایستاده ایم. راستی گپ سرودهای نو بیشتر از سرشوی سال 1990 ما همه اشعار را جمع کرده پیشنهاد مردم کرده ایم. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. خیلی خوشحال هستیم که سر یک سفره با شما نشستیم، صحبت کردیم و شما ترانه های دلنشین را پیشنهاد بیننده تلویزیونی سفینه کردید. خوش آمدید به تلویزیون سفینه، به شهر دوشنبه. و خب در آخر باز هم با یک ترانه دلنشین به برنامه حسنی انجام میبخشیم. دوستان عزیز، در رسیدیم به فرجام برنامه امروزه فضا. خوشبخت و فیروز باشید.
در تو بینم جاویدانیم، ابتدایم بیکرانیم. ای تو پیری چهره خندانم، صرف تو بادا جوانیم. تاجیکستان تاجیکستانم، کشوری سبز و شکوفانم. خنده امید و ارمانم، خنده امروز فیروزم، خنده فردای رخشانم. خنده امروز فیروزم، خنده فردای رخشانم. تاجیکستان تاجیکستانم، تاجیکستان تاجیکستانم. هستیت نوروزیا باشد، همچی خورشیدی جهان باشد. با تو هستی من و میلاد، هم صدا با اثرها باشد. تاجیکستان تاجیکستانم، کشوری سبز و شکوفانم. خنده امید و ارمانم، خنده امروز فیروزم، خنده فردای رخشانم. خنده امروز فیروزم، خنده فردای